مهمون کجاست؟ احسان؟ خوبی؟ سلامتی؟ فامیل دور؟ احسان چطوری شما؟ فامیل دور عزیز؟ خدمت شما. سلام علیکم بجی. سلام فامیل دور عزیز. فامیل دور هوا خیلی گرمه، علتش چیه؟ ما پشت میذاره میخوره. آی خدا آی خدا. چه گفتی؟ گرما آدم عرق میکنه پشتش میخوره. فامیل دور میگم هوا خیلی گرمه، علتش چی میتونه باشه؟ آره بابا این گرما پدر ما رو در برده. لایه اوزون سوراخ شده؟ آره بابا من اصلا نمیدونی چه زجری بکشم تو اینجا. هی شور عرق میپاچه از صورتم بیرون. عرق اینجوری. آقای دور به من نزدیک نگاه کن. یه جوری هوا گرمه، خورشید میتابه، انگار ما مقصریم. خیلی عجیب غریبه داستان این روزا. اما میخوام ببینم که علتی که شما به در گیر دادید چیه؟ در؟ نمیدونم، از در زیاد صحبت میشه تو جامعه. مثلا میگن که به در گفتم دیوار بشنوه، چوب لباس گوشه اتاق بود به خودش گرفت. نمیدونم در به در طرف، نمیدونم از در و دیوار نمیدونم میباره. مثلا به قول شاعر که میگه از در و دیوار مستی نمیباره، چجوری ازش میگم گیه نمیذاره. چی؟ تو چجوری این کار کردی؟ شما میتونی کار انجام تو مردی؟ زنی؟ کجا صدا چجوری من؟ ببین آقای فامیل دور، این صدای چپکوکه برای خانم ها، سوپرانو. شما هم تمرین کنی میتونی کار انجام بدی. تو رو خدا؟ بله. به من یاد بده. انقدر دوست داری این صدا. شما بیشتر به صدات میخوره با صدای جیپسی کینگ بخونی با این صدایی که داری. مسخره نکن. حالا تمرینی بریم یه آهنگ از یه صدایی که چپکوک باشه اجرا کن ببینم شما. از در ای بابا چی کار کردی؟ یه خورده به خود مسلط باش میتونی. باشا مسلط شم. مسلط های درست شد. من از اونم جیشگمی دیدی میتونی. شد بره. خیلی خوش اومد، خیلی قشنگ بود. علت محبوبیت شما چیه آقای فامیل دور؟ تو بچه‌ها، تو مردم، تو جامعه؟ سیبیلامه. به خاطر سیبیلات؟ من فکر میکنم به خاطر بلاهت آگاهانه‌ای که در شخصیت این کاراکتر عروسکی هست این محبوبیت رو ایجاد کرده. یعنی به صورت آگاهانه دوست داره که خودشو حالو جلوه بده و ابله جلوه بده، در حالی که اینطور نیست. مثل که خیلی ببینید حواسش هست، مثل که در درون بسیار هوشیاره و حواسش هست داره چیکار میکنه و با هوشیاری داره ایجاد فضای با نشاط و طنز میکنه. خب خوبی؟ خیلی خوش اومدی به برنامه ما. با من دست بده. خیلی مخلصی. اگر فرصت داری دیرت نشده من قیچی هست بیام ابروهاتو برات درست کنم. ببین دست به من بزنی میکروفون میکنم تو حلقتا. پس اگر میخوای این کارو نکنم اون جمله معروف تو که اگر در بند درمانی نمیدونم چیه. وای دست رو درم نذار. انقدر این جمله رو دوست دارم که حد نداره. که با این در اگر در بند درمانی آقای بودی نرنی. مگر هیچ. حالا میفهمم که چرا ایرج طهماسب عزیز از دست فامیل دور موهاش ریخته. نیست من موهام بلنده. بله. سعی کردی هم شکل خودت بشی. درود به ایرج طهماسب، درود به فامیل دور، درود به صدا پیشه این عروسک دوست داشتنی و درود به همه هنرمندانی که در عرصه هنر باعث شادی و نشاط دل ایرانیان هستند. درود گفت؟ موضوع ناموسی کردی؟ درود کجاست؟ درود بغل خونه دور رایناست. خجالت نمیکشی دست بزنم. بذارم رو نوپت. خب بریم سراغ معرفی برنامه امروز ما. حضور احسان افشار، یک هنرمند جوان خوش‌آتیه و دوست داشتنی و با استعداد که امروز در برنامه ما حضور پیدا کرد. صدا پیشه و صاحب صدای فامیل دور شخص دیگریه. تو تقلید صدا دیگه چی بلدی برای ما؟ خیلی چیزا. مثلا مثلا محمد علیزاده بروی خورده حالا که میگه خواستم مثل یقایق شکستم ازم دوری اما دل احساسی که به تو دارم یه فوق‌العاده ازم دوری اما دلت با منه ازت دورم اما دلم روشنه تو چشمای تو عکس چشمای من تو چشمای من عکس چشمای تو. دیگه چی بلدی از خواننده ها؟ من بیشتر خواننده ها رو میرم
میدونی که این مبلایی که اینجا نشستی روش تخت خواب شوه، بعد از اجرات میتونی استراحت کنم و استراحت کنی. اجازه هست؟ بله. ای وای. احسان خواجه امیری، مجید اخشاوی، مجید خراط‌ها، خیلیا و خیلی از خواننده ها هستن. ولی توی کارتون ها چی؟ توی کارتون ها فامیل دوره، یک فامیل دوری که یه کار خیلی زیبا بود، برنامه عروسکی بود که خیلی دوست داشتم. تو خودت تو کارتون ها بیشتر عاشق کارتون خرمایی، درسته؟ آره تا اونجا که من میدونم. خیلی خوبه، خیلی دوست دارم. منم تو کانال کوله رازم بیشتر دوست دارم، مخصوصا تو این گرما میچسبه. بله خیلی زیباست. خب بعد من اصلا کلا بیشتر کارم طنز تقلید صداست، یعنی بیشتر. خب الان از تقلید صدایی که آماده داری چیا رو میتونی به ما هدیه بدی در واقع؟ مجید اخشاوی که میگه، مجید اخشاوی رو گوش کنیم. بده من فامیلو بده من. فامیل بیا با هم دیگه بشینیم، عمو برامون هنرنمایی کنه، گوش کنیم، لذت ببریم. لحظه دیداره عاشقی منو شد، تپش قلبم گفت بابا خودش پیدا شد، لحظه تنهایی بابا خیلی بابا چجوری من از یاد بگیرم صدا اینو؟ سلام علیکم. سلام میاد. سلام علیکم. سلام زبون. ای انا میاد تغییر میکنه. ای بابا خیلی صدا سختی ها. بله. خودش هم اذیت میشه وقتی این صدا رو در میاره. دیدی؟ نمیشه ادیاف و اینو چیز کرد، این صدا رو در آورد، مجبوری که از خود حلق. الان صحبت کن منم میتونم مثل تو صحبت کنم. بله چه بدبختی داریم ما که با این در این وقتی که این سنگ پا رو که بکشن کف پای بر این حسی برنه که اصلا باورم نمیشه، همچین قرقرکم میده، نمیدونم ریه چه قراره. جواد عزتی رو برو تو چیز تو همین قهوه تلخ. چه بوی خوبی میده تو هم حسن، عجب بوی میده حسن. بابا چه لطافتی، بابا چه تراوتی، بابا چه کثافتی. خجالت بکش، این چه دست صحبت کردنه؟ همیشه با خودم میگم و هیچ وقت متوجه نمیشم چرا این حرفای بیادبی از دهن من بیاد بیرون. بذارم تو دهنم بیادب، بی تربیت، کثیف. حسن جانم. من ببین حسن جان، من یه سوالی دارم. من عاشق یه آهنگ خیلی زیبایی هستم، میدونم فقط شما این کارو برای اجرا بدی، صدا حجره شما خیلی زیبا در بیاد. این آهنگ سیاوش قمیشی هستم، ازش آهنگ برام بخون، خواهش میکنم بخون. بذار من یه ذره فیض ببرم. تو چشام اشکی نمونده، تو دلم حرفی ندارم، دیگه وقت رفتنه، سفر دور درازه، انتظار روز برفی تو دلم، داغ زده سرما، انتظار آفتاب گرم تو دلم، یخ زده اما برف و بوران، باد و بارون، چیکه چیکه توی ناودون، روز ابری، روز سرما، انتظار روز برفی. بابا سلام، پشت صحنه هستیم اینجا. دوست خوبم آقای افشار، پسر آقا رضا افشار که بسیار عالی در زمینه موسیقی و ببینید پسر همین آدمه، پسر این آدم عاشقتم، این پسر این آدمه که دوست دارم، لیوندی دوست دارم. ایشون آقای حسن لیوندی هستن. برای من بدونم که ایشون یه شماره بسیار مورده و تقریصده بسیار راه شما دارید اینجا میبینید که این فوق‌العاده است. میبینید که فامیل دو چقدر زیبا برای شما. خودش اگر در بند در بودی آقای باشی وگرنه هیچ. خب سوالتو بپرس. سوال بپرسم میرم. بپرسم؟ آره.
بگو نپرسیدم؟ نه گوش کن رضا فکر کن که من اینو بهت میگم هویج چرا نارنجیه؟ هویج چرا نارنجیه؟ خب به خاطر اینکه تمام خاصیتش تو رنگشه. نه چون بهش میاد. نه ببین یه سوال درست بپرس. باشه یه سوال درست بپرسم. چرا خیار سبزه؟ چون بهش میاد. نه چون نارنجی بهش نمیاد. از این بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی